دوستا هر موتور چینی بد نیه. اگه میگیم بعد بیایم به شما این موتور رو نشون بدم ببینیم چی یک ویژگی‌ای داره. نیو ایس 8 آخرین SUV معرفی شده شرکت نیو که رقیب آیتو M8 هم هست. چراغ‌های هوشمند، تایرهای 22 اینچ، لیدار بالای 3 دونه لیدار داره، کامera 11 تا کامera، 31 دونه سنسور و دستگیرهای هم تچه. با مزه تچ باز میشه. فضای داخلی فوق العاده لوکس، داشبورد چرمی، دستیار نوامی، دیسپلی بزرگ، اشترینگ دیکات، شارژر وایرلس، جالیونی، دکمه‌های قابل تنظیم، استوریج اضافی، صندلی گرم کن سرد کن و ماساژور. قیمت پای از این موتور $42,000 در بازار چین تا $67,000 هم قیمت میرسه. 0 تا 100 این موتور به 4 ثانیه میزنه و با یک بار 635 کیلومتر میتونیم طی کنیم. صندلی از گرم کن سرد کن و ماساژور و 6 سیته است. هر 6 سیت از قابل تنظیم باشه. سقف یا پانورامیک و از این قسمت هم میتونیم کل تنظیمات عقب موتور رو تنظیم کنیم. به طور مثال تلویزیون 21 اینچی داره که راحت میتونیم بشینیم و فیلم تماشا کنیم. و زیرو گراویتی هم داره بچه‌ها. این موتور چون بچه‌ها برقیه به جلوی از میتونیم بکساخو بگذاریم. با یک بار تچ باز میشه بانتیو و فضای بزرگ هم میتونیم ببینیم. چراغ‌های عقب زیر بچه‌ها مینیماله و بیایم فضای عقب زیرم ببینیم. فضای عقب هم بزرگه. اینجا کنترلر داره. از این قسمت هم میتونه ساکت داره و فضای اضافی هم داره. تمام.